بشه که یوسف جان در خانه تا یگان چیز خوردنی نباشه. بله. همیشه حالتای شده. بله. زیخ شدگی نیستین؟ زیخ باشه. اتا چه یگان بار گریه میکنم. چی سو؟ آلتیدگیم. چند بار؟ 5 بار. 5 بار. زندگی برای تو قینسه یوسف جان که باید تو بخونی و عین حال کار نکنی و کار قینه. نکنی. ها؟ قینه. عذاب داره؟ بله. یگان وقت گریه میکنی؟ بله. کدام حالت در گریه میکنی؟ حالتی بسمیده. چه تو کودک یک کجا میفهمی که زندگی در خانه پول هسته یا نیسته؟ برای که در مکتب سون در کار میشه بعد سون نمیاد. ای مکتب پول میگن پیش کی میره میگی مرا پول بده؟ پیشی اتا بعد اتات چی میگه؟ ندار میگه. بعد چی کار میکنی؟ مثال همسنفات همسبقان تو میره من پول کتاب پول ماهانه دیگر چیزا میتونم وقتی که تو نداری میره اختا چی خلیص میکنی؟ میرم غمگین راسیا میرم کار نکنم بعد میام میخوام 3 کرده نه 3 کرده نه گو مو دارین؟ چی دارین؟ خط رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم با کل تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن. گفتم من دوستان عزیز چقدر که ما همراه یوسف جان جیانی نازنین هم دیروز افیر کردیم، همه شما خواهش کردن که یوسف جان یک برنامه کنین. ما میگذاریم به قسمت سوال جواب با همراه یوسف جان. پیش از سر کردن برنامه همه شما احتراما خواهش میکنم که ویدیو در لایک مونین دستگیری کنین تا که دیگران در عبرت شود. تا آخر برنامه تماشا کنین. هر یک کس اگر در یک آدم نزدیک خودش انم کار کنه بهترین چیز میشود. میگذاریم به قسمت سوال جواب دوستان عزیز. لایک کامنت را فراموش نکنین. یوسف جان خوش اومدید با برنامه ما. مینداری خود رو برنامه نفرانی که ما شما را تماشا را بیان میکنید. بله. یا سلام علیکم میکنید. السلام علیکم مخلصان عزیز. من از شما خواهش میکنم که شما ما رو دستگیری کنید. باشد دوستان عزیز، یکم برای رو پروی کامera گپ جیسه شاید هیجان هم داشته باشه. اکثریت نفرانی که روی آینه نرگون برآمد میکنن 10 بار رپیتیشن میکنن دوستان عزیز. یوسف جان شما چند سال هستید؟ 12. ای کجا میشید؟ ای فرخار. ای کدام قشلاقش از کدام دهش؟ قشلاقی اشخانه دهش کوهدامن. یعنی بسیاری با برنامه قراتو میشناسن. برنامه قراتو. در اویله چند کسی؟ 5. تو فرزند چندم گینه ای؟ دیم. گفته که 12 ساله ما. صنف چند میشه؟ 6. صنف 6. با قسمت سوال جواب تیار هستی؟ بله. انیق؟ بله. زندگی برای تو چخیل میگذره؟ زندگی را درآمد شما یک جای؟ از کار چی کار میکنی؟ تربوز میکشم دو وقت تابستون دا زمستون دا هزی میکشم میفروشم. تابستون دا تربوز میکشین، از حساب تربوز کشی با شما معاش میتن؟ بله. چند سوم میگیرین سر دانه تربوز؟ 30 درهم. 30 درهم؟ بله. در یک روز چند سوم کار میکنی؟ 50 هست. هر روز کار هسته؟ بله. تو هر روز کار کردی میلیونر میشی. هر روز تربوز میکشی؟ هر روز نه آخه نمیکشم، هر روز کار هسته. هر روز کار هسته یعنی دیدن دوستان عزیز. با کدام خاطر ما میخوام که سوال جواب همراه یوسف جان کنم. هر یک از ما فکر میکنم که ایام کودکیش پیش رو میارن نفرانی که 5 سال 10 سال 1 سال 2 سال در فدراسیون هستن. وقتی که هر یک سخنی که دو درچه عزیز ما میزنم ما فکر میکنم که هر یک از سرگذشت خودش پیش رو میارن دوستان عزیز. باز میگذاریم به دیگر قسمتی سوال جواب. زندگی برای تو قینسه یوسف جان که باید تو بخونی و عین حال کار نکنی و کار نکنی. ها؟ قینه. عذاب داره؟ بله. یگان وقت گریه میکنی؟ بله. کدام حالت در گریه میکنی؟ حالتی بسمیده. چه تو کودک یک کجا میفهمی که زندگی در خانه پول هسته یا نیسته؟ برای که در مکتب سون در کار میشه بعد سون نمیاد. ای مکتب پول میگن پیش کی میره میگی مرا پول بده؟ پیشی اتا بعد اتات چی میگه؟ ندار میگه. بعد چی کار میکنی؟ مثال همسنفات همسبقان تو میره من پول کتاب پول ماهانه دیگر چیزا میتونم وقتی که تو نداری میره اختا چی خلیص میکنی؟ میرم غمگین. یعنی زیخ میشه. بله. پگه کلاش های چی کارا میشه؟ دکتر. این زبانه ازبکی را میداره دوستان دکتر میشه. کنای ترکی بیشتر تماشا میکنی چی؟ دکتر میشه یا؟ بله. پس یوسف جان اگر تو دختر شای برای دختری پولی کلان در کارای نفری در کارای که ترا بخورانه بپشونه بعد توی پولا میای یا نه؟ راسیا میرم کار نکنم بعد میام میخوام. اول رسیه میره کار نکنی میای؟
در اویله یکون کسی دستگیریتون میکنه یکون نفر رو دستگیریتون میکنه بله. کی؟ تقایم تقویت کیه؟ شما دوستان عزیز جیانی ردنوی خدمت ما افیر کردم بسیار نیستن که در کارتش مونین فلون مونین ما دستگیری میکنیم. دوستان عزیز یگان دستگیری شما در کنیس ای زمین توسمون ندارم. بیا یک کار میکنیم دوستان عزیز کدامی که بانیم یوسف جون دستگیری کردن های 1000 روبل 2000 روبل همون پولی که در همین خیر میکنیم در یک دودر در یک خشتوار در یک اویله که شما میدونه که همون همسایه شما خشت شما کمیزات کم بغلای با انمو با نام خیر روی کنین با یکم سنتر یا لیباسش میگیرن یا پشوکاش میگیرن بهترین کار میشوه. نه دوستان عزیز فکر کنین اگر شما 20 نفر باشین 1000 روبل روی کنین 20000 روبل 2500 سومون میشوه 20 نفر. اگر 20 نفر 1000 روبل را بعد 20 اویله کمیزات روی کنین یک کاستون بروک یک طفلی میخرن 150 سومون در حساب مکتب. دوستان عزیز بیاین کو همه کسا انمی کارا میکنیم کو کی روی میکنه در کامنتر بنویسم من نمره خودم میمونم کو معلوم میشه که بعد انمی نور ما چند کس با نزدیکان با خش تبار با همسایه که با چنین پول نیاز دارن برای مثال وقتی مکتب سر شدگی برای ما همچو خیر توفیق کنند. دوستان عزیز لیک ما ویدیو نوبتی یوسف جانم میبرم اگر همین ویدیو پراسموتر خوب ایرا دستگیری خوب شود. دوستان عزیز فقط با کدام خاطر میگم ایرا پدلیت سکنین دیگرو در روی کنین که تا که این ثواب به شما برسه. وقتی که 20 نفر 30 نفر با نزدیکان خود با همسایه با اویلای نیازمند اگر دست کمک روی کنن ان شاء الله که شما هم سبب اینم کاری خیر میشین. دوستان عزیز ای شما چه میرم یک پدلیت یک لایک یک کامنتر خوب ببینید چند نفر دستگیری میکنن چند نفر سابشه استفاده میکنن چند نفر پدلیت میکنن. باز میگذاریم با قسمت سوال جوابای دیگر همراه یوسف جان فرخوری. تیار هستی یوسف جان؟ یوسف جان پدری تو گفته که کمیزات هستن کم بودن شرایط نداریم. تو یگان بار پود مود یگان جو چی کسی هستی مایوب شدگی ای چی سو؟ بالتیدگیم چند بار؟ 5 بار 5 بار. دوستان عزیز این اوجه مدال ایندیوالتی هم میگیم خطا نمیکنیم. دوستان عزیز بعد یک چیز دیگر خاطر رسان کنم که ویدیوی لطفی عبدالرزاق حسبی یک بچه ازبکستانی کردگی نام شاهدم برو معبد ما دینا ویدیو را برای انام کردیم. دوستان عزیز من خواستم که همه چیز برای شما ایشونتون برای دیگر نفرها کانفلیکت بدون. دوستان عزیز شهر سگوداکا را به دیگر جنگ گفتن ای پشتی و میلاد میخزه این میلاد میخزه با فکر ما بهترین کار میشه که هر یک از کاری خچ کنه زندگی خچ پیش بره. یوسف جان سوال جواب دا چخلی ای کدام فهم زوری بوتانیکا ای راستانی پسانی ای میو با ای کدام فهم اطلاعات کدام فهم ای کامپیوتر ای کامپیوتر ها کامپیوتر ای چند قسمی میبرد ای 4 ها کدام قسم کامپیوتر خانگی و کار جای کاری باشد. سوال دیگه ای متمت که چخلی سستی ده کرا ده 4 کرا 4 8 کرا 4 36 3 کرا ده 3 کرا ده 5 کرا ده 5 کرا ده 10 ده کرا 5 ده کرا 5 10 خونه شما مکتب چند قدر راه 200 متر 200 کیلومتر گپی که در پراوه فکر دوستان عزیز در تابستون وقتی تربوز میکشیم در زمستون چیکار میکنی؟ هزم میکشی؟ هزم چند سوم میفروشی؟ 180 یک خرشم؟ هر روز خر خط میره میاری؟ نه خود میره اتم خط میره یا روز بس اتم خط میره؟ تو کودکی ترام بلوی که میبرن؟ در هم خونکی رو؟ از آب نمیکشی؟ نه چی با؟ آموختهش نگی؟ بله خونه در گاو مو دارین؟ نه چی دارین؟ خر یگانه چیزی اومده که شما دارین در زندگی خره؟ بله بعد شیر که جو میارین میخورین؟ چرا؟ شیر شیر ای همسایه در کاری وقت میگیریم میتن همسایه یه همسایه من دو گو داره یک چه ینگم میروشم ینگم میده شما شیر میخورین؟ هر روز شیر میخورین؟ یگان روز میشه که یوسف جان در خونه تا یگان چیزی خوردنی نباشه؟ بله
همیشه حالتای شده بله زیخ شدگی نیستین زیر باشه حتی اوچه دیگون بار گریه میکنم بله برای کدوم کار برای که در خونه سون نیست آبخوته نیست نه که با روزوی میشود که با گوشت هم خیلی است بله گوشت هم وسیله خوردگی هستی بله ها در کدوم حالا در حالتی مویی میقبیم هم کول داره همجا میقبیم مویی میخوریم موی را ریزه میکنیم میزنیم گوشت وسیله خوردگی گوشت او چند خواهد خوردگی و سری خوردگی اگر کلام شاید همه رنگ خود اویله‌ای که کم بغلن اویله‌های نیوزمند دستگیری میکنیم بله ولی دوستان عزیز ما باوری کامل دارم که ولی بسیار میگن که رحیم تو ناموس نداره یا را دستگیری کنه الحمدلله ما دستگیری میکنیم که سببی برنامه کردن ما در اون دوستان عزیز که هست در اویله ما در نزدیکان ما اویله‌ای که کمیزاتنه که ما اول یورانه اول ای بیگانه سر میکنم که خدیره خدم بکنم که دیگران نکنن بسیارش با تنها میکنن که تو بلوگری تای حق یا میخره با فکری یورا نمیکنه دوستان عزیز با همون خاطر انشالله ما باوری کامل دارم دستگیریش هم کردیم بینوا به یگان چی نمیمونیم نه که هر یک از در زندگی عذاب داره میگه که کودکی که در خودی عذاب کشه کلان شوه عذاب نمیکشه دیگه برای که در خودی عذابش کشیدگی فهمیدن دوستان عزیز فقط چیکار میکنیم دستگیری میکنیم یوسف جون دلش ویدیوی چوتکا پیشنهادی با مخلصان میکنیم فرمت همین دوشنبه بگیریم یا فرق نداره فرمت بگیریم سیونکا کنیم که نه مردم غریب بینه که فرمت خریدیسیم نمیدونم خودم میدونم ها اینجا تماشا اومدی بله تقوی دگون رو تماشا بوده بله کجا پار با کجا پار بود با آینی بود سمونی سومونی را دیدی بله شبا تو میخورم دوستان عزیز دوره کودکی بینید دوره خوبه که ما بعد صنف 11 یک رسیدم بعد دوشنبه ما دوشنبه را دیگه نبود دوستان عزیز فقط در دوران گاو و مال عذاب درد مرا میزدن روزایی بود که مرا خونه سر کردگن این چیزی هست که حقیقتا روز سازش میشه اما برنامه خدمت میکنم سیروی نکته خدمت میکنم انشاءالله با هر یکی شما ببینید دوستان عزیز حیاتی که همین کجدگی ما در سخت کجدگیم در خوردی به نهایت عذابی سگ کجدگیم نه که امروز خداوند مرا صاحب همه چی کرد با کدام خاطر یکم دعای پدر و مادر دیگه مهنت حلالی که من در لوبا جو کار میکنم میفتم که خدمت صاحب چیز شم محتاج یک کس نشم بعد اکایی که مرا همه وقت دستگیری کردگی در بر من اما کامرای که حوز مرا شونکا کیسه ای پولی اما اکای مهربونه که تو حوز در بر ما فکر میکنم یگان کس نه خیلی پدر مادر خیلی اکنا داره نه که با هر یک انسان اکا مادر پدر شیرینه فقط چی گفتم دوستان عزیز بین با یکدیگر اتفاق باشیم دستگیری کنیم هم سوجونا هم کانال ما را هم پاگلی سکنیم انا هم گپی گفتگی ما دوستان عزیز اینا ما کارت در پشت تلفن دارم اینا کارت با نام مناسب خدمت دوستان عزیز لیکن نمیمونم دوستان عزیز با کدام خاطر اینا دستگیری ما خدمت میکنم با هر یک شما ایشونتون با انا گپ کسانی که سوجونا دستگیری میکنن انا پول کامera دستگیری میکنیم با نزدیکان یک با یک خشتوار خدمت روی کنه که حتما در کامنتر بنویسین که چند کس کاری خیر کرده که در کاری خیر ما هم شریک شیم دوستان عزیز در آخر برنامه چی گفتن یوسف جون آقا میناتوری میکنم که میناتوری خدمت بیان میکنم که او با ما یاردم میکنه یاردمش هم قدلی سن هم دستگیری که ترا میکنن ویدیو پس خیلی زور بگیرن لایک ای خیلی مونن خیلی چی باید خیلی نمونن خیلیش بزه واقع دوستان عزیز در پناه الله مهربان باشین خیر تو برنامه آینده